میخوای بدونی چطوری با 14 مرحله ساده یه میکاپ حرفه‌ای و طبیعی درست کنی که همه جا نگاه رو به جذب کنه؟ پس تا آخر با من باش که آخرش جالبه. مرحله اول پاکسازی پوسته که با فوم شیر گاو پوستمو میشورم و مثل پوست بچه نرم میکنه. مرحله دوم مرطوب کننده شیر گاوو میزنم که پوستم مثل گل آفتاب گردون همیشه شاداب باشه. حجم بالایی میزنم و خوب ماساژ میدم که جذب صورتم بشه. اگه دقت کرده باشی 1 درجه تا 2 درجه پوستم رو روشن میکنه. به همین خوشگلی. مرحله سوم پرایمر میزنم که آرایشم مثل اسکلت از رو صورتم بیرون نیفته، بمونه سر جاش. خوب ماساژ میدم که جذب پوستم بشه و یه برق خاصی به پوستم بده. تا قبل از کرم پودر این برق رو من باید ببینم حتما. مرحله چهارم میام کرم پودر رو با عشق و حوصله میزنم، چون خیلی علاقه زیادی دارم به کرم پودر. خیلی قشنگ براش وقت میذارم و جذب صورتم میکنم، بلند میکنم تاپ 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 که کاملا جذب پوستم بشه. نگاه کنید. مرحله پنجم کانسیلر میزنم که سیاهی‌های زیر چشم مخفی بشن، چون من اهل بیدار موندنم. حقیقتش اهل سیاهی که نیستم. من جایی رو کانسیلر میزنم که شاید خیلی از میکاپ آرتیستا اصلا بیان بگن این اشتباهه یا روش غلطه. من این چیزی که براتون میذارم فقط آرایش روزانه خودمه، یعنی جوری که خودم آرایش میکنم واسهتون الان ویدیو گرفتم. پوستم رو نگاه کنین چقدر جالب شد. مرحله بعد کانتور میزنم. بچه روش کانتور زدن من این شکلیه. من این شکلی کانتور میزنم. حالا روش درستش هست یا تکنیک درستش دارم استفاده میکنم یا نه، اینو دیگه باید اون حرفه‌ای‌ها نظر بدن و من نظری ندارم. ولی من روزانه این شکلی آرایش میکنم و میکاپم رو دوست دارم. حالا آخر سر شما ایرادای میکاپم رو حتما به هم بگید. از نظر خودم جالب شد. بچه من هایلایتر نداشتم، مجبور شدم از این هایلایترهای روژی استفاده بکنم. اوه نه اینم قشنگه، جالب شد.